تو قسمت قبلی انتقام جیان هیولای فضایی داشت من شکست میداد و فکر کردم که همه چی تمومه. علی چی که کسافته بزنش بزن. حاجی در اینجا بسته شد چجوری فرار کنیم؟ فلفل یه راه فرار پیدا کن. فلفل این دیگه چه قولدشتریه. ولی توی اتفاق عجیب به ملاقات نال رفتم و نال یه کمون بهم داد که اگه بخوام صادقانه بگم خیلی قوی بود. آخا که کار تمومه. آخا کارش دیگه تمومه. بگیر که صافت بگیر. ولی تنها شرط که برام گذاشته بود این بود که به هیچ کی نگم این کمون و این آرمورا رو از کجا آوردم. میتونم ورشون دارم؟ نوشته فقط یادت باشه هیچ کسی نباید بفهمه این وسایل از من گرفتی والا اتفاق خوبی برات نمیفته. حل نال. ولی خب کنجکاویای نوید و دهن‌لقیای فلفل باعث شد که به یه سری مشکلات عجیب بخوریم و سر از بیکینی باتن در بیاریم. نقشه بیکینی باتن نوید خیلی خوب شد. چقدر بزرگه. آخ الان کجا پیدا کنیم زن اینو؟ ببین اینجا رو من میشناسم. کجاست؟ اگه گفتی اینجا کجاست نوید؟ این سبز گرده سنجاب هست دیگه. آره. سلام رفقای گل، حالتون چطوره؟ امروز اومدم با یه قسمت فوق‌العاده خفن از انتقام جیان. میدونم همتون منتظرش بودید چون انتقام جیان روز به روز داره اساس‌تر و خفن‌تر میشه. فقط قبل اینکه بریم ویدیو رو ببینیم مشتی و مرامی 2 تا درخواست ازت دارم. اولا اینکه همین الان دکمه لایک رو بزنین چون برای ساختن یه همچین سریالی 3 نفر ساعت‌ها وقت میذارن و فقط حمایت شماست که خستگی رو از تن ما بیرون میبره. و مورد دومم این که من دوباره فعالیتم به صورت روزانه داخل آپارات شروع کردم و هر روز دارم واسهتون ویدیوهای خفن میذارم. پس حتما یه سریم به اون ویدیو بزن و دل عمو بیگو شاد کن. نوکرتم. الانم بدون معطلی بزن بریم سراغ این ویدیوی جذاب. لزبون بابایی بگو دیگه. از صبح تاله هی میگم بگو هی میگی نه. اولا که اینجا فضاست صبح و شب نداره. دوما چیه بگم من اصلا یادم نمیاد در مورد چی حرف میزنی. زودتون سری میگی لباسه رو از کجا آوردی؟ آخه شاید منم بخوام. چقدر خفنه. کی اینو به تو داد؟ اصرار نکن فیل نمیتونم بهت بگم. که اینطور پن نمیخوای بگی باشه. پس من تو رو همینجا میذارم میرم بلکه به بقیه هم بگم شاید عمو نویدی کسی بخواد بدونه تو اینو چیزی مفری کردی باشه. خدافظ. وایسا آخه عمو نوید بابا لعنت به این عمو نوید یه چند روز از دستش راحت شدیم نیستش. چیکارش داری؟ این موقع بری بهش بگی خودتانی یا میگی یا همه میفهمن تو این لباسو داری. باشه بهت میگم فلفل آمادگی شنیدنشو داری؟ بگو. بیسونه کوفتی هم که این وقت درست کار نمیکنه. الو صدا من میاد. من نمیخوام بیسیمو. چه حلال زاده. باید ما دادا بیسیم نداری کار نمیکنه فکر کنم. الو حاجی نوید کار کرد. بیا بو پالمو دادا کار کرد. بیا پشت بیس. الو بیلا دادا. نوید صدامو داری؟ آره کجایی تو؟ این بیسیما مگه چقدر بردشه؟ مگه تو فضا برد داره؟ نمیدونم. نه بابا چی برد داره؟ بلا گذاشتم زیر پام تقریبا بیرون جفم برای اینکه آنتن بده. اوه مای گاد فلفل عمو نویدته. خب بده تا من یه سری چیزه رو بهش بگم. کجایی؟ عمو جونم فلفل عمو بگو. نوید چیکار داشتی بیسیم زدی؟ دادا من همه رو جمع کردم اینجا منتظر تویم دم پورتالیم. ما کجایی پن؟ بابا با اینجا خیلی مشکل خوردیم ولی خب
فلفل یه لحظه ساکت دارم بیسیم میزنم. نوید ما خیلی اینجا مشکل خوردیم ولی دوکی و خوک کسیف رو تونستیم نجات بدیم. توی جان منتظر تو هم فقط ولت میکنیم میریم ها. حل چشاته الان خودم میرسونم. برسون جنگی. قرارمون باشه کافه شله پس بقیه هم ببر دم پورتال. اوکی زباله حل چشاته. ببین بابا یادم نمیره، فکر نکن میتونی گولم بزنی یادم بره. باشه بهم بگی. فلفل بابا حالا رسیدیم اونجا بهت میگم وقت تنگه. شاتگانو بده به من. شاتگان دست کی بود؟ تیراشم بده بیا. تیراشم بده. بذار من اینجا رو بشکنم. دوکی برو اونور میخوام نجاتت بدم. آها ای فلا خیلی خوب شد. اینم بشکنم. بیا بگیرش فلفل. آخش دوکی حالت خوبه؟ نوشته کارتون عالی بود. راستش فکر نمی کردم که بیای کمکم. پتا زکی فلفل این در مورد ما چی فکر کرده؟ والا به خدا البته نمی اومدم. من یه بس گفتم ببین دکتر نجات بدیم، دوکی گناه داره. دروغ میگه. اصلا میگفت دوکی کیه با اون سر زشتش. خیلی دروغگویی. برو خوک کفیشو بیار پایین. وایسا خوک کفیس بیا پایین. چقدر چاقی نمیتونم بگیرمت. یا خدا خوک کفیس رو نمیتونم بگیرم. فلفل نیاز به کمک دارم. بلاک میخوام. بلاک دایمه. من باید کمکت کنم. بلاک دایمه نیازه. خب بیا این بیا اومدم این وقت. آره 2 بار بلاک دایمه بدم. بذار من برم بالا ببینم میتونم از بالا بزنمش. کنده شد. آخ خوک کسی حالت چطوره؟ بذار بیاد. گیر کرد بنده خدا. بیا بیرون ای والا. برید دوکیرم بیارش. آخ بنده خدا خیلی درد داره خوک کثیف. حالت خوبه؟ وای دوکی تو هم خوبی؟ الان وقتشه که دیگه کم کم بریم کار در بیاریم. آخ بریم پس. حل چشاته. نوشته که پیگلی نوشته هی رفیق یکی طلبت ممنونم که نجاتت دادی. بابا بنازمه دیگه. فکر کردی که چی؟ خواهش میکنم. بابا با من بود. چی میگی خواهش میکنم؟ آره من حسابی تمام تلاش. من میده پایین. برو خجالت بکش. اینو با منم مخلصم. بابا فلفل بیا برو اونور. میندازم هوا. دختری بدترجیم. مخلصم ارادت. فلفل سری برو شاتلا رو کار بذار. خیلی کار داریم. کجا رفتی؟ فلفل کمرم خورد شده. آخه دخترم افتادی رو زمین. خب چرا نگفتی؟ بیا بذار بلندت کنم. دیگه حق نداری یک کلمه با من حرف بزنی. بابا باشه برو شاتلا رو آماده کن. وقت تنگه. خب فلفل بابا شاتلا رو همه رو اوکی کردیم. توی پاگام جوری که خود دوکی گفت اکسیژن هست. میتونیم بیاریمشون بیرون. فقط بنزینا رو بده من اینا رو بنزین کنم. باشه بفرمایید باشه. ای والا بابا بده ببینم. آخ جون داریم برمیگردیم. خدایا باورم نمیشه. فکر نمی‌کردم با این دختر خنگم بتونیم موفق بشیم. دخترم خیلی حالم خوبه. بابا تو دیگه چقدر بیشعوری. یعنی چی؟ این حرفا چی به من میزنی؟ بذار برگردیم. اگه من خودم نرفتم همه چی رو بدم کف دست این مامانم یه شرلی به پا کنم. فلفل قبلا انقدر خبرچی نبودی. اگه بخوای اینجوری کنی از این لباس که دارم هیچ موقع سر در نمیاری و بهت هیچی نمیرسه. حالا من تردید نکن اینم میذارم کف دست عمو نوید. ببین اگه گذاشتی نه من نه تو دخترم. این لباس خیلی قدرتمنده. میتونیم ما دوتا با هم داشته باشیمش. ولی اگه به عمو نویدت بگی دیگه هیچی به هیچی. راست میگی ها. باشه ولی همین الانشم نه من نه توه.
تو منو زدی باشه من حالا قهرم. لجبازی نکن، بذار من اینا رو پر کنم بریم، خیلی کار داریم دخترم. اینام از این، ای والا همشو پر شدن. کار کن. برو خوک کثیف و بردار بیار با دوکی، باید بریم خیلی عجله داریم. رفتم. ای والا تمومه دیگه. آره این پر. فلفل بیارشون. آوردیشون. داری میان. حله بذار من اینجا رو اوکی کنم. اینم از این. خب آوردیشون. ای والا بیاید بریم که خیلی کار داریم. فلفل من زودتر میرم، خیلی سوق دارم. ما خداحافظ. داری میان. باشه یا ابوالفضل دارم یه میام، دوکی. بالاخره داریم میریم سرزمین جدید، خیلی ذوق دارم. فلفل بشین بریم. کجایی؟ مادم هم سوار شدم. باشه بی من بلا. نرو. اوکیه خدا نگهدار، من دیگه رفتم. برو بریم. آی هوای زمین یه چیز آخه. دیگه از فلفل مگه نه؟ آره راحت دارم نفس میکشم. داشتم میمردم. خب در بیار این لباس رو فلفل. ای راست میگی یا میگم هنوز انگار هوا چند برابره ها. گیز خودمی دختر گلم. خب خوب شدم. آره ببین دیگه وقت نداریم، وقت خیلی تنگه. باشه. خوک کثیف آقای دکتر، ببینید اوضاع الان خیلی خوبه، تا دردسر تازه‌ای پیش نیومده و مشکل جدیدی اتفاق نیفتاده. باید سریع بریم به پورتال خروج. شما هم باید با ما بیاید، میخوای بریم به سرزمین جدید. خوکی کسی نمیشه جدی میخواد که ما هم باهاتون بیایم؟ آره دیگه، شما نیاد کی بیاد؟ کی بهتر از شما؟ کی بامران‌تر از شما؟ کی مشتی‌تر از شما؟ مگه نه فلفل؟ بله ما تنها نمیم جایی. راست میگه، بعد با ما بیاید. فلفل مختصات و البته دکتر که دیگه نیازی به مختصات نداره. دکتر پورتال خروجی که بلدی، دست خوک کثیف رو بگیرید بیاید. خوک کثیف منتظرتم تا 10 دقیقه دیگه اونجا باشید. همه میخوایم خروج کنیم بریم سرزمین جدید. نوشته که جون حل خودمون رو به اونجا میرسونیم. اوکیه فلفل بابا. جونم آخه جون میریم یه جای جدید. آره وقتشه بریم پیش همون نمیده. تو کافه مامانم. شده پسه. مامانت که رفته اونجا مگه نرفته؟ مامانم میبریم دنیای جدید. آره دیگه این چه سالیه، دنبال من بیا. بریم. برو بریم. فلفل داری بیای؟ آره خب سوسک سیاه و خرمگز نمید کجایی؟ یو پتا جانکی بابا بیا دیگه ناموسم، من شل پسم. ما هم که شده بزیم کجایی؟ سلام. چطوری فلفلمو، چطوری پتا جانکی؟ مخلصم. ارادت خبرها حالت بازم چطوره؟ خوش گذشت. آره، خب. فلفلمو بیا اینا رو برای تو نگه داشته بودم. بخور. مرسی. جونم پتا جانکی. چیکار کردی؟ نوید گزارش بده. بابا بچه ها همه روز لوبا شدم به پورتال جمع کردم. همه الان جمعشو جمعه. آره این چه لباس مزخرفیه پوشیدی؟ کی من؟ لباس کو؟ لباس خودمه دیگه اینه. قرمز اون چی تازه داره بود؟ لود میشه. باره گم شو بابا نکبت. اینه دیگه لباس چی بود پوشیده ببین بودی؟ همون نوید منم دنبال جواب این سوالم، ولی هرچی که هست مطمئنم زیر سر دوکیه. لباس چی؟ کلاش هم که هنوز هست. چیه بابا داستان؟ شوخی کردم، سری تیز میشه ببینی لباس چیه. دیوونه بابا. لباس فضا نوردی دیگه، رفتیم فضا باش. باره گم شو 10 بار با هم رفتیم فضا، لباسش این شکلی نیست اصلا. دری بری میگه به من این گیره کجا آوردی؟ لباس چی بود این لباس؟ دوکی با بپرس. گیر سفیس نده، میگم لباس فضا نوردی بود، لباس مخصوص تو که من. مفبری کرده دیگه بدون من. خیلی خوب میگی لباس چیه یا نه؟
دارم بهت میگم لباس فضا نوردی میخوای بدم امتحان کنی. بده امتحان. زرنگی میخوای بری دوباره فضا. من نمیذارم. فاطمه جان کی خیلی حالا به عوضی هم رفتی مفری لباسا فلفل ابو لباسا پیش دکتر گرفته. آره هرچی که کجا هست. از فلفل مگه نمیگم همینجا پایین. کردی بچه آی رو؟ خدا بچه مردم نیاز مردم. فلفل حالت خوبه؟ آی برو گم که دیگه حالا بدت به هم بخور نزدیک من چه نیا. بابایی هستی عوضی؟ آخ برای چی دست بچه بلند میکنی؟ دست روش بلند نکردم پرتش کردم تو آسمون. خسته تربیت. بگو ببینم داستان لباس چیه بحثا نپیچون. آرمان جدیدمه بابا. موپالو برام ساخته بود رو نکردم. عوضی حرف میزنی یه تیر بزنم تو مغزه. خب دارم میگم که آرمان جدیدمه موپالو برام اوکی کرده. موپالمو که اینجا بود آدم زرنگ چند وقته آدم که ساخته. همو دروغ فلفلمو تو اینجا وایسا پیش بابا من برم پیش موپالمو ببینم درست میگه. وایسا اینجا ببینم ها نبید. ها گوش کن ببینم. چی؟ اوزامون خیلی خیته وقت زیادی نداریم. ببین اون شیطانه بود که قرار بود شکست بدیم شکستش دادم. اینم یه تیکش بعد بریم. آره دیگه باید بریم پورتال شیاطین رو باز کنیم و بعدش از این سرزمین بریم تا درد سر تازه پیش نیومده. والا فعلا بی خیال لباس میشم ولی بعد خیرتو میگیرم. برو بریم آقا تایم ندارم. دارم بهت میگم دیگه موپالما برام درست کرده. دیوونه ای؟ برو من با یه حرف خام نمیشم پاتا جکی. ای بابا دنبال من بیاد. بیاد بریم پیش اوروداکی. نوید بالاخره رسیدی آقا جون خسته شدم. اوروداکی هنو اینجا وایستاده لامصب. اردکی اوه زشته اوروداکی نگه بهش بدش میاد. آره باشید من بیام. چه رفتی؟ افتادم پایین. پس با چلفتی. درود بر استاد بزرگ ما رئیس ما. دیگه چی بگم نوید؟ چه میدونم بهش بگو. سلام استاد. استاد بزرگ اوروداکی. دوباره جمع ما هرچند با اختلاف نظر و کینه ولی دوباره جمعمون جمع شد و الان هم تصمیم گرفتیم که این تیکه بدن شیطان رو بیاریم به اینجا. نوشته که خب فکر کنم که دیگه وقتشه پورتال شیطان رو باز کنید. نوید جونم تصمیمت که دیگه گرفتی بعد از چندین ماه. بله ولی مسئولیتش با شماست. بله من به خاطر نجات دخترم همه کار میکنم. قربونت برم. بس مسئولیت اگه اتفاقی هم بعدش افتاد با شماست نه با من. بله متوجه نه هستم. دیگه اونو من گردن نمیگیرم. حالا وقت این چیزا نیست. اوروداکی بزرگ با اجازت ما بریم پورتال شیاطین رو فعال کنیم. با اجازه. چی؟ فقط قبلش اینو بدونید ممکنه افراد زیادی بعد از این کار تبدیل به شیطان بشن چون شیاطین زیادی به سرزمینایی که هستید میان. عزیزانتون رو به جای امنی بردید. آره دیگه نوید مگه همه رو جمع نکردی؟ بله همه رو جمع کردم. همه جمع کردیم اوروداکی. حل چشات جان. مامانمو بردی قایمش کنی؟ بابا همه رو بردیم دم پورتال دیگه. الان وقت رفتنه. فقط همین کار مونده بود که انجام بدیم. اوکیه پا بریم دیگه خیالم راحت حل شد. چشاته. استاد با اجازه شما هم تشریف بیارید دیگه دم پورتال. بریم نوید. بریم آقا بسم الله. برو بریم. یا خدا بالاخره لحظه موعود فرا رسید نوید. چند ماه منتظر این داستانم. آخ نوید گفته افراد زیادی به شیطان تبدیل میشن نکنه خود یا یهو شیطان میطان بشن کارمون در میاد. ببین وقتی این پورتال رو باز کنیم راه ورود شیاطین خیلی زیادی به سرزمین‌های که هستیم به وجود میاد. بگو خب. بعد از اونجایی هم که همش اینجا شبه امکان داره
به همه حمله کنن و همه رو شیطان کنن. واسه این گفت. یا خدا. به خدا. خب فلفل تصمیم با خودت. بله. خدایا منو ببخشید ای مردم، ولی من مجبورم پس کنم روش. ببین دقیقا باید بندازیش رو اون چشمه. اگه بندازیش پورتال فعال میشه. فقط حواست باشه وقتی انداختی شاید آتش فشان فوران کنه. یا باشه سر میام بالا. آماده این؟ آره آماده. 1 2 3. افتاد رو چشش. آره چی؟ انداختی فلفل؟ آره رو چشش دقیقا. اتفاقی افتاد؟ نه. بابای صدا چی؟ یا خدا. یا از اون بلفل پایین فاصله بگیرید. فاصله بگیرید. برو. یه دقیقه. بریم. آتش به شما منفجر شد فرار کنید. بابایی منو ببر بابا. بیا این فلفلمو. بیاید عقب. یا قرآن. آتششان داره فوران میکنه. آتششان داره میریزه پایین. نوید بهتر از اینجا دور شیم. الان شیاطین میریزن بیرون. فرار کنید. برو پاتوزکی برگردیم. ای فلا رسیدیم. هم جمعه. خسته شدم. سلامون سلام مامان خوشگلم. الان چطوری؟ سلام چطوری فلفل خانومم؟ سلام پادر جاکی. به نوید. بقلسم. نوید میبینی دیگه الکس میتونه حرف بزنه. این از معجزات مرجان شفابخشه. باریکلا خودم بودم دیدم چی شد. برو بریم سری از این خراب شده. خب ورودک هنوز نیومده که. دوست داشته بیاد. راست بگی ما رفقامونو میبریم. به هر حال دعوت کردیم. هر کی اومد نیومد. همه دیگه اوکی هم دیگه. بیزین نیومد و من گفت میادش. چی؟ هنوز نیومده. بیز داداشم داداشت میگه نیومده. بذار بیسیمش بزنم ببینم کدوم قبرست. بیسیم تو بده. واسه ببینم. مگه تو منو قال نذاشتی که نیای فضا گفتی برم دنبال بیزی؟ دادا من رفتم بهش گفتم. گفت آقا من ماه اصلم با زنم اومدم ماه اصل بیکینی باتم. تو راه برگشتم دارم چه؟ میام کم کجا؟ بیکینی باتم. کجا هست؟ باشی بیکینی باتم دیگه. شهر پاپ اسفنجی اینا. شهر باب اسفنجی این از کجا پیدا کرده برن ما اصلا؟ این خانوما چرا انقدر پرتوقعن؟ بابایی بابا ما بذار هم با هم بابایی. بریم ماه اصل اونجا. بیدی ما صدا هستن. داری؟ الو تو چه صداش نمیاد؟ نه دخترم ما اصل واسه زن و شوهراست. ما اصل نمیتونیم بریم. خب ما میریم ماه قند و نبات با هم. ما یه دختر پدر قربونت میبینی باته. ولش کن بیزی بابا. کمک چی شده بیزی؟ بیسیمو بده بیا. ببینم. کمکمون کنی. این بیسیمو انداختم پایین. پاتو جکی چه غلطی میکنی؟ بیا برو ببینم کجا کنار. بری دیوونه. داداشم بابا بیا بالا ببینیم چه خبره. برو گم شو. نیاز به کمک داره. بیزی سوخت توف تو روحه. چه صفت. چه صفت عوضی. وایسا ببینم نوید چرا حالت بده؟ چی شده؟ تو مگه ندیدی چی گفت کمک میخواست. نه من که چیزی نشیدم. تو چیزی شنیدی؟ آره من شنیدم. من نمیذارم هم شما برید که آخر پورتال دست منه. خدافظ. خب بیا بابا بیسیمت میدم. بده من اونو بیسیمو بگیر. نه خیلی بیسی بردن زود باش. اول بیسیم میدم. نمیدم عمرن میرم خب اینو زمین تو بیا بوی دستم. بده من. نمیدم.
خب تیکه آخر بده دیگه بیزی! وقتی بیستیم رو صدا دادم. میاد بیا ای والا خب بیزی! این از این. کمک کنید اینجا اوضاع خیلی خطریه همه شیطان دارن میشن یعنی چی؟ چجوری دارن پاتاجان چی؟ چی شده؟ با داره میگه همه دارن شیطان میشن اونجا یه لحظه وایسا نوید بذار ببینم این چجوری کار میکنه. رنگی چه رنگی بود؟ قرمز بود. اکتیوش کنم. کجایی بیام دنبالت بیکینی باتن کدوم قبرستونیه؟ برات میگم زودتر خودتو برسونی اینجا اوضاع خرابه من قایم شدم پاتاجان چی؟ بیا بریم بیا بریم سری بریم داداشم پرتش کنم چه تو کار میکنی؟ پورتال. چه صافت؟ چه غلطی داری خب میکنی؟ پرتش کنم تو پورتال. برو گم چه شو امان صافت. داداشم نیاز به کمک بیا بریم تو داره پورتال دیوونه نشو. پاتاجان چی؟ داداشم دارم میگم نیاز به بابا کمک بیا برو تو داره. پورتال. چه سگ صافت. روحه. بگیرش فلفل نزا بره. بریم تو پورتال. نزد بده بیام نجاتت بدم بده ببینم بیا سیما بده ببینم. بیا بیا بده خدا ببینم چی کمکش شده. کن لعنت بهت. بیزی صدامو داری؟ آره پاتاجان که صدات میاد آها بریم تو پورتال پس ماره. نه من اینجا کمک میخوام اوضاع خیلی خیته خب بعد واسه کمکت بریم تو پورتال بیزی. رو چه حسابی این حرفا میزنی عوضی بیا نجات بدید منو با خانومم اینجا گیر کردم خانومت کیه؟ به تو ربطی نداره عوضی بیا کمک همون پیرزنه رو میگی؟ تو فکر کن اونه کمک نیاز دارم ببین من چه کمکی بهت میتونم بکنم؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ اینجا پاتاجان که همه شبیه دخترت دارن میشن خب واسه اینه که ما پورتال شیاطین رو باز کردیم. خدایی کاری بکن شما غلط کردید که این کارو کردید مگه من آدم نبودم بریم دنبالش بریم وایسا ببینم چی میگه. خب الان چه مشکلی خوردی؟ تو بیکینی باتن چه خبره؟ پاتاجان که اینجا شبیه آخر زمان شده دارن همو میخورن کمک باشه دختر حله بفرست چشات لوکیشن فعلا بفرست. خدافز. منتظرتم لوکیشن بفرست اوکیه پاتاجان که نوید. تو بریم سری نوید خیالت راحت باشه تو باید تقسیم وظایف کنیم. تو و فلفل همه اینا رو ببرید تو پورتال خودتونم برید. من خودم میرم بیزی رو نجات میدم. اصلا راه نداره داداشم و خودم بیام نجات بدم پاتاجان چی؟ نوید من بیام من میخوام بیام بیکی باتن بابا شنجی رو ببینم. بابا داداش تو مثل داداش من میمونه. شما برید تو پورتال من نجاتش میدم. شد تا همین یک کم پیش میخواستی منو به زور بکنی میخوام بیام بیکینی باتن. فلفلم اونجا که واقعا بیکینی باتن نیست که شبیهش درست کردن ملت میرن با اصل و اینا بابا شنجی اونجا چی؟ دورو بگم شو منو ببر بابا لعنت به این وضعیت. باشه با هم میریم گوش کنید الکس تو از این به بعد به عنوان سرپرست این آدم ها و با تو این آدم ها هستی. حواستون به همشون باشه لطفاً. وای پاتاجاکی چی داری میگی؟ میخوای ما رو ول کنی بری دنبال داداش مزخرف اون؟ یعنی من فلفل مهم نیست؟ آی صدات داره میاد زنی که اوه زنی که چیه؟ این زنی که دختر فلفل و مادر منه. چی داری میگی بچه دختر فلفلم اون داداشم خطر افتاده خیلی خوب باشه ناموسی نکنی یاسری آقارت باشه. خب الکس میبینی که نمیتونی. یه کار دیگه میتونی بکنیم. شما زودتر برید تو پورتال ما بعد شما بیایم. نظرت چیه؟ ای مرد شور این خودش و داداش مزخرف تر از خودش ببند که دهنتو. همش درد سر درست میکنن. صداتو ببر ببینم. خیلی بیشوری اوی مگه نمیبینی به من داره چی میگه به داداشم مردم حقت
اینجا اومد. افتاد پایین صافت سری آخرت باشه بیشوری میکنی ها. تو مردی چجوری پرواز میکنی؟ دیگه بالم پرواز میکنه. میری از الکس خانم معذرت میخوای و الا اصلا نمیبرم. کجا؟ نمیام کمک داداش. باشه عمره. الکس ببخشید نظرت میخوام، من خیلی بی‌تربیتی حرف زدم. نه برو قشنگ زانو بزن. باره گم شد دیگه کسافت. خب کجا؟ باشه پس خبری از چیز نیست. من پورتال خراب کمک. میکنم. آرپیجی پورتال خراب کنی خودتو خراب میکنم. والا برو خودت. ببینم اسخای این اختار بود یالا. اسخایی کن. خودت خواستی. آماده این همه پورتال خراب کنم؟ این نوید احمق دست بردار از این کارات. خیلی الکس معذرت میخوام دیگه، این شوهرت داره اذیت میکنه. من معذرت میخوام بعد صحبت کردم. ای خدایا اشکال نداره پاتو جاکی، سری برو اینا رو درست کن و برگرد. مواظب فلفلم باش، من اینجا منتظرت میمونم. بدو. نوید دیگه داری صبرمو سر میبری. کمتر بهم دستور بده. بزنش پاتو که داداشم در خطر، حرف مف نزن جایی که واسه چه ور کنی. بیا بریم. ببند دهان تو. این چه گفتی؟ الو حقته فردا چی شب بود زدی به من؟ اوی باقا هم قدته. اونو زهر مار مگه گاوی چی بود؟ هیچی نبود. فقط خواستم حساب کار بیاد دستت. این از کجا آوردی؟ سریع اطلاعاتو بده بیرون. کدوم؟ چیو میگی؟ همون تیر کمونه که الان دستت بود. تیر کمون نبود که لباسشه. چی بوده؟ جادو شمشیر گرفته. اساسین بود. حرف مف نزن. من فقط عدوی. شمشیر اساسی. بچه قد حرف نزن. اوه بیزی دست دختر من باید نکن. من رفتم. بیا بریم. بریم. حرکت کن. عوضیا بالاخره اومدی. بیجی چطوری خوبی؟ خوبم. سلام فلفلمو چطوری؟ خیلی نگرانت شدم. نوید اینم داداشت. ورش تا بریم. زیاد وقتو نکش. آره نه دیگه. نه چی بریم؟ بابا زنم گیر افتاده. اصلا یه شیر تو شیریه. همه دارن همو میخورن. زنمو گرفتن گروگانه. من عاشقشم بدونه اون هیچی نمیاد. بیزی اخره شیطون بیا پایین. همین الان شب من اینا رو زور کردم آوردم اینجا. تو رو خدا بیا بریم. نه من بدون زنم هیچ جا نمیام. بریم اونو نجاتش بدیم اول. بیسی عوضی تو که دنبال مال و منال زنت بودی. الانم که یه جای گیر افتاده که فکر کنم تا حالا شیطان شده. گیر سفیس نده. بیا با هم بریم. نه الان دیگه همه چی فرق کرده. الان دیگه عاشق شدم پاتو جاکی. خدا ای خدا. همینو که هم داشتیم. خب زنت کجاست؟ توی بیکینی باتنه دیگه. بیکینی باته کجاست؟ برای اینکه برید بیکینی باتن باید برید زیر آب. زیر همین جزیره کوچیکی که روشیم. برید اونجا پیداش کنید. تو رو خدا براتون جبران میکنم. یعنی میخوای بگی شیاطین به بیکینی باتن حمله کردن؟ آره اصلا یه وضعیتیه. برو ببین. بابایی خب اوضاع خیلی انگار خیته. چجوری بریم زیر آب؟ لباسای شیطان کشمون رو بپوشیم. من که پوشیدم. ماسکم بزنم. ببین نوید این آخرین کاریه که واسط میکنم. اگه دوباره مشکلی پیش اومد به من هیچ ربطی نداره. متوجه شدی؟ بریم اوکی بریم سری. بذار زیر من آب لباسام چطوری بپوشم بریم؟ شیطان کش بشم بعد بریم. صبر کن. دیگه عوضی یا شیطان شد زندگی. چی میگی؟ ساکت شو. باشه آروم باش. خب بیاید از اینجا باید بریم بیکینی باتن. دنبال من بیاید. برو بریم. الان حافظه میشیم. شما کجا رفتید؟ چرا من نیومدم؟ الو؟ پاتو جاکی. آه اینجا چیه؟ اینجا بیکینی باتنه؟ نوشته بیکینی باتم. جدی؟ آره بیکینی باتمه. برگرد اینجا یه دکمه بود. اینه. کجا رفتی؟
این نقشه بیکینی باتن نوید خیلی خوب شد. چقدر بزرگه. الان کجا پیدا کنیم زن اینو؟ ببین اینجا رو من خورشیدی میشناسم. کجاست؟ اگه گفتی اینجا کجاست نوید، این اینجا سبز خود کرده. سنجاب هست دیگه. آره من همه خیلی جا رو باحاله. میشناسم تقریبا. جدن. آره. بریم خونه بابا سنجی بریم. بک تو خب، بیکینی با باتن از این اون بابت رستوران بریم. خرچنگه. اون خب. فرودگاه بیکینی باتنه. اینجا هم که خونه باب سنجی و پاتریک و اختاپوس عوضیه. خب به نظرم از رستوران آقای خرچنگ شروع کنیم. نظرتون چیه؟ بریم آخ سری جون بابا همیشه آرزومون بود همبرگر چرخنگی بخورم. برو ای والا. بچه. ساکت شو. دنبال من بیا. برو. اه. اه. چقدر عجیبه. آره بریم بیا دنبال من. پاتجکی سری. برو پشت سرتم. یا خدا بیکینی باتن رو نگاه کن. بیکینی باتن باشد. بیا پیدا کنیم سری رستوران پرواز چرا نمی کنیم؟ پرواز کنید بابا میخواستیم از مناظر لذت ببریم. از خیلی بالا قشنگتر خدا شاهده. خب وایسته ببینم از کجا باید بریم من نمیدونم. من نمیدونم فقط از اینجا هم باشید اما گم نکنیم خب ها. آخه اینجوری بذار ببینم. این خونه کوس هست. خب یه جا همین پشت و پس سلام هم باشه. این رستوران چیز کجاست آقای خرچنگ؟ اینا ها اینجاست؟ اونه. ها اون یکیه. به به ای والا. باشید منم اشتباه ببرید. نکنم. آه، آره وایسا، اینا وایسا. خونه فلفل. پلانکتونه. فلفل بیا. بیا. اوه نبید بیا اینجا. رستوران آه، مزخرف. اینجاست یو، رستوران. نه این سلام خونه علیکم. پلانکتونه. اون پشت سریعچه. رستوران این وره رستوران آقای خرچنگ. این یکیه نبید. خدا قرآن مجید. خرچنگ تبدیل به شیطان شده. پلانکتون رو نگاه رفته تو رستوران آقای خرچنگ فرمولو بدوسته فرمول همبرگری. من متوجه نمیشم در مورد چی حرف میزنی؟ پاتوچکی بیزی گفت همه شیطان شدن دیگه. اینم خرچنگ تبدیل به شیطان شده. اینطور شده. خدا چقدر